سلام خدمت همه دوستای عزیز. خدا کنم شما داره صحت کامل باشین. در این ویدیو می‌آموزیم که هولسیل چیست و چگونه میتونیم هولسیلر شویم در آمازون. خب قبل از اینکه سر موضوعات دیگر هولسیل بحث بکنیم، خوب است که یک بار دیگر بزنس هولسیل به شکل مختصر تشریح کنیم. خب در بخش هولسیل معمولا پروداکت به شکل عمده از کمپانی های مشهور باشند به شکل عمده خریداری میکنیم و ایره در آمازون به شکل پرچون به فروش میرسونیم. که در این ویدیو 5 بخش عمده که برای یک هولسیلر نیاز است که باید بدانم معرفی میگیریم. خب در قدم اول برای هر شخصی که بخواهد در آمازون کاروبار بکنه نیاز است که یک اکانت سلر داشته باشه. خب معمولا اکانت آمازون دو نوع است، که اکانت بایر و دیگرش اکانت سلر. خب در اکانت بایر معمولا یک شخص میتونه که یک پروداکت از آمازون خریداری بکنه و در اکانت سلر که کاملا از او اکانت جداست، یک شخص یا یک سلر میتونه که یک پروداکت به فروش برسونه. خب در قدم اول نیاز است که یک سلر باید یک اکانت فروشندگی یا اکانت سلر در آمازون داشته باشه. در بخش دوم نیاز است که شخص وقتی بخواد کاروبار تجارت بکنه در هر بخش بخصوص آمازون باید یک LLC یا LTD باید داشته باشه. LLC Limited Liability Company یا جواز فعالیت که LLC مربوط به امریکا میشه و LTD مربوط به انگلستان و کسایی که در آلمان است میخواین کاروبار تجارت آمازون انجام بدن، اینا نیاز است که از شاروالی یا غطاوز یک گفربه بگیرن و بعد از اون میتونن اونا کاروبار با آمازون یا هر بخشی شروع بکنن. خب به علاوه از این LLC یا جواز فعالیت نیاز است که یک بیزنس بانک اکاونت داشته باشه و همچنین وبسایت. خب بیزنس بانک اکاونت معمولا به خاطر از اینکه پول در اکاونت شما یک سیلر وقتی یک جنس به فروش میرسانین میایه و یا فیسای آمازون و غیره پول دیگه که از اکاونت شما برداشت میشه، نیاز به اکاونت بانکی بیزنس بانک است و این اکاونت خوب است که جدا از اکاونت پرایویت یا شخصی یک سیلر باشه، به خاطر که تمام داد و معامله که مربوط به آمازون است این باید جدا باشه از اکاونت شخصی شخص. و مسئله دیگه که بسیار مهم است که یک سیلر در بخش هولسیل داشته باشه وبسایت است. وبسایت چرا مهم است؟ به خاطر است که بسیاری از برندها بخواهی که از اونا یک پروداکشن به فروش برسونی و برند اپرووال از اونا بگیرین، اونا از شما میخواد که شما باید وبسایت داشته باشین. به خاطر از اینکه شما یک فروشنده موفق یا فروشنده متخصص معلوم شوین، اونا از شما همین وبسایت تان میخواد که شما زمانی که بر از اونا میگین که ما میخوایم که از شما یک پروداکت بگیریم و به شکل عمده آمازون یا بخشای دیگه به شکل پرچون به فروش برسونیم، به اونا میگین که ما همچنان وبسایت شخصی خود داریم، میتونیم که پروداکت های شما رو در وبسایت خودم به نمایش بگذاریم و اینا به فروش به معرض فروش قرار بدیم. باز نیاز است که شما در اوج یک وبسایت داشته باشین تا اونا بالای شما باور یا یقینی بیشتر بکنن و شما برند اپرووال بدن. و بدون برند اپرووال یک گپ واضح است که نمیتونه هیچ پروداکت را شما، البته پروداکت های کسای دیگه را در بخش هولسیل به فروش برسانید. خب قدم سومی نیاز است که شما باید یک پروداکت را پیدا بکنین که او به شما پروفیتیبل باشه، یعنی به شما سود دهنده باشه. و این چطور پیدا بکنین یک پروداکت؟ خب اگر در بخش آفلاین بین معمولا یک عمده فروش شما فیزیکلی میشناسین که پروداکت های زیاد برای فروش داره و شما میرین از اونا پروداکتشون میگیرین و در آمازون لیست میکنین به شکل پرچون به فروش میرسونین. اما اگر شما در حالتی هستین که کسی را ندارین که به شکل آفلاین یعنی به شکل فیزیکال یک پروداکت و شما میتونید که به شکل آنلاین همچنان در اینترنت جستجو بکنین
و سپلایرهای مختلف پیدا بکنین، پروداکت مختلف پیدا بکنین و بعد از اون شما از اونا درخواست برن اپرووال بکنین و همچنین درخواست پروداکت و این شما دوباره به فروش برسانین و فایده بگیرین. معمولا دو وبسایت مشهور به نام جنگل سکاوت و هیلیم 10، دو وبسایتی است که این نشان میده که یک پروداکت در آمازون چقدر فروشات داره، چقدر نرخش است، نرخش چقدر تغییر کرده، این در کدام سال یا در کدام ماه در کدام روز وارد آمازون شده، چند نفر سیلر داره، قیمت های سیلر داره و مکمل مشخصات یک پروداکت. این دو وبسایت نشان میده که شما میتونید در اینجا اینا پلان های مختلف داره که از 40 یورو یا 40 دلار شروع تا به تقریبا 100 چند دلار قیمت داره. یعنی پلان های مختلف است که هر کدام از اونها شما میتونید خریداری بکنید و از طریق از این شما پیدا بکنید یک پروداکت پروفیتیبل. و بخش چهارم فاین سپلایر، یک سپلایر خوب باید شما پیدا بکنید. خب ما در اینجا بعضی برندهای بسیار مشهور دنیا را اینجا به شما لوگویش آوردم. این به شکل به طور مثال است، مثلا نایکی یا مثلا تیمبرلند یا ادیداس و غیره برندهای دیگه که دیگه شما میبینید، پوما. شما چطور میتونید که از اینا یا امینا باشه یا به شکل از این دیگه برندهای مشهوری که شما یک پروداکت اینا بتن به خاطر دوباره فروش، یعنی به شکل عمده بالک به شما بدن و شما این رو دوباره در آمازون به فروش برسانید. چطور شما میتونید که با اینا ارتباط برقرار کنین؟ معمولا تمام از این برندهای مشهور از خود وبسایت داره و از بخش وبسایتش زمانی که شما میرین کانتکت از نوشته است، در اوجا شماره تماسش هست، ایمیل دارن و یا همچنان آنلاین چت دارن. شما میتونید امر از اونا چت بکنین و امرشان به تماس شوین یا ایمیل بکنین بر از اونا، یک متن نشته بکنین که ما یک سیلر هستم در بخش آنلاین و میخوایم که پرودکت های شما را همچنان بایس ریتیلر یا سیلر به فروش برسانم. اونا باز به شما یک برعلاوه از این که پیش از اینکه پرودکت به شما روان بکنه و شما یک پرایس لیست میتن که اون پرودکت را که شما انتخاب کردین، مثال یک بود است یا هر پرودکت دیگه که است، یا کریمچ مثال نایک است یا نایکی، اونا به شما یک پرایس لیست میتن که مثلا از 1 تا 1000 تا فکر کنید که 50 دلار، از 1000 تا 10,000 تا 40 دلار، هر چقدر که پرودکت زیاد از اونها خریداری بکنین به اون اندازه نرخ پایین میاد و پرایس لیست از اونها رو شما میگیرین. بعد از اون وقت قابل قبولتان بود میگین درست است به این نرخ من موافقت کردم، اونا باز به شما همچنان یک برند اپرووال میتن و امی پرودکت ها رو به شکل عمده آدرسی که خواسته باشین روان میکنن و شما ایره به شکل پرچون در آمازون به فروش میرسانین. خب بر از این هم نیاز است که شما یک شیپمنت پلان منظم داشته باشین که قدم پنجم است. شما باید شکل FBM انجام میتین یا FBA. FBA یعنی Fulfillment by Merchant، FBA Fulfillment by Amazon، یعنی شیپمنت و استوریج و ریترن تمام از اونا شما به دوش میگیرین یا ایره به دوش آمازون میسپارین. یا کانتکت پریپ سنتر، معمولا اگر به شکل FBM انجام بدین، زمانی که یک پرودکت شما در به حیث سلر در آمازون لیست میکنین، آمازون به شما دو نوع لیبل برای شما میتن. یکی آیتم لیبل است، یکی هم باکس لیبل. آیتم لیبل معمولا بالای هر پرودکتی که شما دارین نصب میشه و آمازون توسط اونمو بارکود یا لیبل اینا رو شناسایی میکنه و میشناسن. و باکس لیبل معمولا یه نوعی از بارکود است که به شکل بزرگتر بالای باکس کلانه که تمام پرودکت ها داخل از او است نصب میشه. معمولا وظیفه پریپ سنترها نصب کردن امین نوع لیبل هاست که اگر شما وقت داشته باشین به حیث سلر به شکل FBM تمام پرودکت ها نزد شما باشه، شما میتونید که یک پرینتر خریداری بکنین و تمام بارکودا را پرینت بکنین و هر کدامش بالای هر آیتم
نصب بکنین. زمانی که شما امی وقت ندارین به حیث سیلر، ایره باز پرپ سنتر هاست که در بدل یک مقدار پول ناچیز امی کار را با ما انجام میتن و از شما یک مقدار پول بسیار ناچیز میگیرن. فکر بکنین که بالای پروداکت لیبل اینا نصب بکنن، شاید هم از 30 سنت 40 سنت نهایت 50 سنت بالاتر قیمتش نمیشه. و آمازون همچنان میتونه کمی کار پرپ سنتر را به شما انجام بده، اما قیمت های آمازون نسبت به پرپ سنتر ها کم ذره قیمت تر است. تو بتونید که پرپ سنتر را پیدا بکنین در جایی که پروداکت تون است. مثلا شما از شهر منشن یا آلمان یک پروداکت میگیرین و این در انبار آمازون یا پیش خودتان روان میکنین، نیاز به پرپ سنتر داره. شما اگر در گوگل بنویسین که پرپ سنتر این منشن، شاید هم لیستی از پرپ سنتر رو به شما نشان بده و شما میتونید چندین تا رو انتخاب بکنید، اولشون گپ بزنید هر کدامشون که مناسب شما بود و قیمتش پایین‌تر بود انتخاب بکنید و این کار پرپ سنتر را به شما انجام بدن. دیگه بازم اگر سوالی بود، کدام مشکلی بود، حتما در کومنت ها برای ما بنویسین، انشاءالله به زودترین فرصت ما جواب میتم. دیگه 5 بخش بسیار مهم بود که هر سیلر باید ایره بدانه به خاطر نوع بیزنس هولسیل در آمازون. دیگه به همه شما وقتی خوش میخوایم. الله نگهدار.